بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی. انس جهانی طلا در روز 7 شهریور ماه 1404 ساعت 41 بامداد در خدمت شما عزیزان هستم. خب اینجا رو مشاهده می‌فرمایید که قیمت رفته بالا، قیمت رو ادامه میدم. خب هنوز هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده. الان یک کندل اوتسایت بار ایجاد شد اینجا. برای تشخیص جهت کندل اوتسایت بار یک تایم فریم پایینتر شیفت میزنیم، میریم تایم فریم 1 دقیقه ببینیم جهت کندل اوتسایت بار به چه شکله. خب من میام اینو الان رسم میکنم. میرم تایم 5 دقیقه. کندل اوتسایت بار همونطوری که ملاحظه میفرمایید رو به پایین هستش، یعنی نتونسته یک ایندیوسمنت برای ما تایید کنه. خب من اینو پاک میکنم، ادامه میدم قیمتو. خب لو این کندل پایین تر از لو کندل قبلی اومده. حالا ببینیم، بله سقف بالاتر از سقف کندل قبلی، لو پایین تر از لو کندل قبلی. این ایندیوسمنت اینجا تایید میشه در تایم 5 دقیقه. خب حالا قیمت رو ادامه میدم. خب همونطور که میبینید ایندیوسمنت با شادو کندل تاچ شده. ایندیوسمنت هم میتونه با شادو کندل تاچ بشه، هم میتونه با بدنه کندل تاچ بشه. به محض تاچ شدن ایندیوسمنت این پیو آی و این های که در واقع پیو آی سل ما هست به رنگ قرمز مشخص میکنم برای ما تایید میشه. حالا یه توپک هم میندازم بالاش که مشخص بشه. پیو آی تایم 5 دقیقه ما تایید شد اینجا. خب قیمت رو ادامه میدیم ببینیم چه عکس العملی بازار به این پیو آی سل ما داره. خب قیمت برگشت داخل این پیو آی. خب قیمت رفت بالا و این پیو آی سل رو، این های رو پرقدرت با بدنه کندل شکست. موقعی که یک های یا پیو آی برای ما پرقدرت با بدنه کندل، توجه داشته باشید با بدنه کندل این های شکسته شده، نه با شادو کندل، که این شکست پیو آی یا همون های ما با بدنه کندل تبدیل میشه به یک بریک آف استراکچر یا همون BOS در تایم 5 دقیقه. به محض این که این BOS برای ما رخ میده اینجا تشکیل میشه، پیو آیی که شکسته بود تبدیل به یک بریکر بلاک میشه. من این رنگش رو به رنگ بنفش مشخص میکنم. کندل شکست من الان کجاست؟ این کندل شکست منه. کندل شکست دوستان عزیزان توجه بفرمایید، این کندل شکسته.
نزدیکترین، توجه بفرمایید، نزدیکترین ایندیوسمنت به این کندل شکست با عنوان ایندیوسمنت یا همون IDM ساختاری مشخص میکنیم که برای ما خیلی مهمه. خب کندلی که نزدیکترین ایندیوسمنت به این کندل شکست باشه، به این شکست باشه، باید لو این کندل پایین تر از لو کندل قبلی بیاد، چون در سعودی، در روند سعودی ایندیوسمنت یا همون IDM رو ما از کف میگیریم و در روند نزولی IDM رو از سقف میگیریم، یعنی باید لو پایین تر از لو کندل ما قبلش بیاد. خب این کندل که نیست. حالا کندل بعدی نشانگر رو میذاریم روی همون کندل ثابت نگه میداریم، های و لو مشخص میشه، درجه های و لو، شماره های و لو مشخص میشه. الان لو این کندل، ببخشید عزیزان اگه صدای من گرفته، یه خورده حالت سرماخوردگی و اینا دارم، من پوزش میطلبم که صدام گرفته و عزیزان رو اذیت میکنه. لو این کندل 33.94.73 هست. لو کندل ما قبلش 33.94.75. پس این لو این کندل پایین تر از کندل ما قبل هست و این را به عنوان ایندیوسمنت ساختاری، چون نزدیکترین IDM به این کندل شکست هست، به این BOS هست، مشخص میکنیم. ما میتونیم شادو همین کندل رو با عنوان IDM ساختاری، من اینجا رو به رنگ زرد مشخص کنیم. خب ما بین POI که شکست تبدیل به بریکر بلاک شد و کندلی که شکست ایجاد کرد، BOS را ایجاد کرد، پایین ترین کندل رو به عنوان کف ساختارمون یا همون لو مشخص میکنیم. POI بای ما هست. ببخشید عزیزان من پوزش میطلبم، ادامه ویدیو رو به وقتی دیگری موکول میکنم، صدام گرفته، بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان میسپارم.